کی رو میکوبی؟ خاله جان. استاد رو میکوبی؟ ها بله بله. اما او در این وقت در خانه نمی شود. این دختر کی باشد؟ در خانه نیست یعنی؟ هنگامی که در را نگشوده باشد یعنی که نیست. بله درست. مایلش تا آمدنش من در اینجا انتظار می شود. دیر می آید دخترم، انتظار نشم. مایلش انتظار می شود. خودت می دونی. رحمتی کنم. این دختر کی باشد؟ خدایا میچگانی دیوانه. بخشیش؟ شما کی هستید؟ کی را گفته ایستاده؟ از شما میپرسم، زود به سوالم جواب بگویید. کی هستید گفتم میپرسد، یعنی میچگانه هم نمیداند. این کی باشد عجبا؟ من از کجا میدانم؟ زیری کاسه نیم کاسه هست. میبخشید اما کی بودنی من را شما چی کار میکنید؟ به شما من باید حسابات دهم. البته که میدهید. مادام که در باغچه این خانه هستید حسابات میدهید. یعنی شما کی هستید؟ در حولی نوزدی من این طور برای حد مینشینید. چی؟ چی؟ نامزدم؟ نامزدم میگوید ها؟ چه خیلی نامزدتون؟ همین خیلی نامزدم. علیخترش شوهرم. او در اصل شوهر حقیقی من است، فهمو؟ چی خیلی شوهرم؟ چه خیلی شوهرد؟ کی من خانه دار شدم؟ شما کی هستید؟ با او کی میشوید؟ من با احمد خانه دار میشوم. احمد گفتید؟ احمدش کی است؟ من برای زیا آمدم اینجا. زیا؟ زیا کی است؟ یعنی اینجا خانه احمد شمشک است. زیا گفتنی شخص نیست. احمد شمشک گفتید؟ زیا زیا گفته از پسم دویده آمد کو همون دختر است. برآمده من را با کسی مانند کردید گویم. شما خودتون رو بسیار زیرک فکر میکنید. زیا گفته به احمد جانی من چند گپ پرتوفتنیده. درست فهمیدم. بعد من به این باور میکنم؟ نمیکنم. رو جانم با دیگر جارم. دروغ گفته سوده. بله؟ به شما گفت که من در خانه نیستم، همین خیلی؟ همین جست. زیا درو کشا عشقم. چه کار کرده باشم؟ من هم در جایش نیست. چیزی رو در یاد ندارم. خدایا تابه. چی علاج؟ باز به سرم یگان بلا نآید خوبش در را نکشایم. میدونم من باید این کاران همه کردم، اما همه این از پشت بابایم است. میدونم در همین جا هستی در را کشایی. ای به خدا که این دختر دیوانه هست، گپ را نمیفهمد. لطفا بس کنید این کارتان را. در اینجا زیا پیاد نیست. در اینجا شوهری من احمد جان زندگی میکنه. این روبین حالا هم شوهرم میگوید. دیگرش یک روی رو گرفته که این زیا است. فقط منو دیوانه ها میابن. زیا خواهش میکنم زودتر در رو کشا، مرا عذاب نده. التماس کشا. التماس به من نگاه کنید خانم. براستی در اینجا زیا گفتنی که زندگی نمیکند. در اینجا احمد شمشک زندگی میکند. یک آدم احمد شمشک است یا احمد شمشک نیست. یعنی در اینجا احمد زندگی میکند. زیای تو در اینجا نیست. در اینجا خودت رو بیهوده غم نتی. یعنی رفته او رو در دیگر جا جستجو کن. یک آدم دو کس شده نمیتواند. از روی منطق اریستوتل این غیری میکند. فیلسوف بس کن گپزنی را. نگاه کنید. این خانم گفتند که استاد اینجا زندگی میکند. زیای من هم استاد است. استاد احمد هم استاد است.
یعنی شوهر شما استاد است گفته حاجت اینجا زندگی کردن را ندارد. یک ثانیه میپرسیم. اجازه دهید یک چیز را از شما پرسم. بپرس. اینجا استاد زیاد زندگی میکنه؟ نه دخترم، در این خانه استاد احمد زندگی میکند. زیو گفتنی کس را ندیدم و نمیشناسم. افسوس که این دختر استاد احمد را پیش از تو گرفته است. اما استاد احمد اگر تو را میدید ممکن تو را هم معقول میکرد. اما گوش کن دخترم، استاد احمد من استاد دین است. او با تو دختر این خیل کار نمیکند هرگز دخترم. خاله جان شما خطا کرده استاده. به همین هم ملازی و استاد حقیقی نیست، ساخته است. استادی ساخته؟ استادی که این ساخته میشه بود مگر؟ ای ربی، این دختر در حقیقت دیوانه است. خیریت که در راه نگشاده. من میچگانی دیوانه نمیرسید که باز اینش پیدا شد. با حالش هم پینگرید. اوف. یعنی چی خیل؟ استاد احمد 10 سال باز در اینجا زندگی میکند. چی خیل ساخته؟ چی خیلی استادی ساخته؟ 10 سال؟ بله. شما عقلتون رو خوردید. ما 12 سال باز با هم کار میکنیم. شما چی خیلی توانستید او را استادی ساخته بگویید؟ همکار گفتید؟ بله. تمام. بله زیا از من خفه شده است، برای همین دروغ گفته ایستاده است. لیکن من میدونم که او در همین جا است. زیا بیا لطفا، کشو در رو بیا، خواهش میکنم کشو عزیزی دلم، عشقم لطفا. ای بیشرم عشقم میگوید التماس خانم روید و دیگر در رفته عشقم گوید، اما در این در عشقم نگوید. التماس از اینجا روید لطفا. لطفا شما چی کار میکنید؟ خانم بخشش یک طرفی ست و احمد شمشک نامه آمده است. رحمتی کلام برادر جان. من نگاه کن بالای نامه را خون. این را هم گیر خون. کسی که این سروغ را به شما داده باشد رفت از آن پرسید. کسی شما را احمق کرده است. چی خیر؟ رو دخترم رو از اینجا. عشقت را از دیگر جا یاب. رو. ای بسیار در هیجانم. خدا جانم انشالله دامولازی و زهرا رو میبخشد. اگر اویلامون این رو فهمد چی میگفته باشنده؟ بابایم چه خیلی دامولازی رو قبول میکرده باشده؟ این چی کار بود؟ میلیس تو با من چونی کردی؟ این همش کار میلیس است. من فهمیدم. نه استاد است، نه زیو است. او یعنی با احمد جانی من چنگک پرتوی آمده است. احمد جان، احمد، استاد احمد. سینان جان دخترم چی خیر؟ اینجا با تو معقول شد؟ بسیار معقول شد، تشکر زیاد. باز اکم در برم است، از من خوشبخت‌ترین کسی نیست. این خوشبختی رو ما از امک اکرم قرض داریم، گرچه قرضم رو داده نمیتوانم. این چی گپ است؟ قرض دیگر این گپ را نشونم از دهانت، فهمیدی؟ بیار باز هر کجایی که خش داشته باشه آنها رو هم بیار. 1-2 حجره خالی داریم، آنها رو هم در همونجا جای میکنیم. تولین وجود دم تا چی تولین؟ میلیس زهرا کجا شد؟ حالا هم در باغچه است؟ چیز بابا جان، ما در باغچه کمتر صحبت کردیم. او خوب است، خواطر نشوید بابا جان. البته گپ میزنید، در یک خانه قهر کردن نمیشود. آخر شما اپا و خواهر هستید، میدانید دختر جانی من. انشالله به نزد دامولازی رسیده است، دیگر به خودکشی دست نمیزند. خدا جانم قریب بود که خودش رو میکشت. چرا این رو به من چه خیلی روا دیدی میلیس؟ چی خیلی؟ تو اینقدر انسانی پس بوده ای؟ هممون باید به زهرا یاردم دهیم. بیچاره زهرا، وای از برای کیلاسید بی‌ناموس به چی روزها رسید. کالتا کیلاس به زهرا، خواهرش بیتول باشد
با خون و پوست سمی در آمده است. طول اینجا لطفا. ها چی؟ دروغ است مگر از پشتی اومده بگو. تو این تم پتن حالت بودی تو. خانم تولین اکش دوست باشد خواهرش چی گناه دارد؟ وای دکتر از روی دیدگیم و میدانستگیم یک دکتری با عقل است. بله. تشکری زیاد امک اکرم جان، برای گفتگویتون سپاسگزارم. البته. اکا جان بیتولش کی است؟ خواهر جان به تو بعد میفهمونم. زیای ساختکار سمیرا پریشان کرد. از امروز اعتبارا نام زیای بیناموس در این خانه گرفته نمی شود. اما بابا جان چه؟ یعنی او در حقیقت زهرا رو دوست می داشت، هم برای زهرا حیاتش رو فدا کرد. تو چه گفته ایستاده ای؟ تو دامولای ساختکار رو پشتیبانی میکنی ها؟ میلیس تو میدونی چی ها گفته ایستاده ای؟ چی سفسطه میگویی؟ از کجا برآمد این فکر طرفداری کلتکیل است؟ رود و فکر شما نادرست باشد. یعنی زهرا هم او رو دوست می دارد. اگر کلتکیل است بد می بود اول زهرا او رو رد می کرد. فهمیدید؟ یک بار فکر کنید. میلیس خاموش میگویم نام او بیناموس دوست ساختکار دیگر در خانه من گرفتن نشود. به همش جواب میدهی میلیس، میدهی. راه گشاد است بی عقل. هیچ کس نیست. عجبا زیا گفتن آدم کی باشد؟ برای چه همه من را زیا گفته جیغ میزنه؟ در مکتب هم وای پسر مرا زیا گفته فریاد کرد. او کی باشد ها؟ کی اینقدر به من مانند است؟ بسیار خواطر شدن. کی باشد این مرد؟ اوف کاش که زیا می بودم و به جای میشگانی دیوانه این دختر را تکلیف خانه‌داری میکردم. ای خدا جان. احمد وای زن کی بود جنابی احمد؟ خانم مشگان کدام زن؟ تو رو 1 سال انتظار شدم احمد. 1 سال چشمانت رو کشاده. اولین شده مرا بینی گفتم ماهایی دراز از نستت نرفتم. برای همین استاد احمد ساکت استید. گوش کردن نمیخواهم. خانم مشگان گوش کنید. میلیس گپای زدگیت را آیا گوشهایت میشنوند؟ جسدی پلید وی آدم دردی سری ما شده است. تو اینجا او را حمایه داری. از پشتی او زهرا به جانش ضرر میرساند. من قریب نبیرم را از دست دادم. اما که اکرم جان راست میگویم میلیس جان. حاضر یک فکر کنم اگر دامولا زیادلو نمیمورد زهرا خرسندتر میشد و من با بیتول خونه دار میشدم. از خواطری میکفم اکا جان. کی است بیتول؟ با کی خونه دار شویت رو من حق دانستن ندارم؟ گفتم که با تو بد نقل میکنم. اما بابا جان حالا اگر کلتکیل زنده می بود زهرا خرسند نمیشد. خاموش و بیهوده گپ نزن. یا اینکه تو با این فکرهای بی‌معنیت سری زهرا را گرنگ داری. چه علاقه دارد بابا جان؟ یعنی من میخواهم که زهرا خرسند باشد. تمام. این طور شدنش راست است یعنی؟ البته بابا جان. وی جنگ و جنجال را در گذشته ماند. زهرا روزهای مشکل را گذراند و من دیگر غمگین شدن او را نمیخواهم بابا جان. میلیس! با من این نامعقولی را چی طور روا دیدی میلیس؟ چی طور؟ اینش رو خونید؟ اینش رو نویسید؟ این درسی گذاشته نبود. خانم مشگان خانم مشگان مرا نگاه کن. خانم مشگان
جان لطفاً. چی گپ شد زهرا؟ من چی کار کردم ها؟ چی کار کردم میگویی؟ تو خودت بهتر میدانی که مرا چی کار کردی. تو با حسیات من بازی کردی، از من قصاص گرفتی، میفهمی؟ زهرا دخترم چی شد؟ زهرا چی گپ است دخترم؟ چی خیل انتقام گرفتن؟ زهرا چی گپ شده ایستاده است؟ من نمیفهمم. من مرده ایستادم میلیس، من از عذاب مرده ایستادم. تو این را دیده و دانسته از من قصاص گرفته ایستاده ای. تو این را چی خیل روا دانستی؟ چی گپ است؟ چی کار کرد میلیس؟ گپ زن آخر. دخترها از برای خدا چی گپ هستن؟ میلیس راستش رو گپ زن. چی گپ شده ایستاده است؟ من تو خوشبخت شوی گفته؟ من خوشبخت شوم گفته ها؟ تو مرا احمق میکنی میلیس. تو چی خیلی اینقدر آدمی پس شده توانیستی میلیس ها؟ خانم میجگان از برای خدا این گفته هایتان نادرست است. شما درباره کدام زن گپ میزنید؟ من نمیفهمم. کدام زن؟ همان زن. نمیدانم نگوید لطفاً. اما نمیدانم خانم میجگان، نمیدانم. خاطرم خوب نیست. شما از من باشید وای زن از کیست؟ من از کجا دانم؟ زیا گفته آمد نزدیک درتان. بعد من زیا هستم؟ نه، یعنی قطعاً تو احمد هستی. یعنی این زمان من هیچ گناهی ندارم؟ بگناهم؟ آخر 2 روز است که 2 زن را در نزدیک درت میبینم. خیر یکمش را حیاتش را نجات دادی گویم، دویمش را چه گویم؟ او را هم حیاتش را نجات دادی. تو نجات دهنده هستی؟ نمیدانم. من کی هستم؟ تو استاد دین و اخلاق و آداب هستی. دیگر هیچ کسی نیستی؟ خب تمام. این زمان پرابلم چی است؟ پرابلم چیست؟ آخر تو این خیل نبودی احمد. حاضر از پشت درت زن ها رو پیش میکنم. اما گوش کنید، من اینجا گناهی ندارم. گناه همان زیا گفتنی کس میباشد. خب اما در پشت در شما چیکار میکنن؟ روان با پشت در زیا؟ من هم نمیدانم. روان پشت در همان زیا؟ چرا پشت در من میآیند؟ اما برای چی شما اینقدر این حادثه را واهمه میکنید؟ من نمیفهمم. جناب احمد جان، یعنی من شما رو باور میکنم. همه وقت باور میکردم، اما شما هم به چشم وایزم ها ننمایید. یعنی حالتون بد میشود. از حاضر به شما میگویم من شما رو به هیچ کس نمیدیم. نه اگر از خاطر گم کردنتون استفاده بردنی باشد، وای زنها از پیش شما رفتن گیرن. من در پیش آنها میستم، زده میروم، شکسته میروم. یعنی هیچ کس به عشق من و تو مانع شده نمیتواند. میشکنم، میزنم، یعنی مجخ میکنم. نکنید خانم میجگان، لطفاً نکنید. نکنم میگویید؟ یعنی شما طرفداری وای زنها هستید؟ شما این خیل نبودید جناب احمد. یعنی وقتی دلم رو میرنجوندید همزمان برایم غمگین میشدید، از پسم میدویدید. شما بسیار دیگر شدید، تماما تغییر یافتید. تمام. گپ نمیزنم، من قهر کردم، خاموش میستم. نه، من با این زنی دیوانه عذاب میکشم. دیوانه است. دیوانه. من با تو چی بدی کردم زهرا؟ من برای خوبی تو کردم همه‌اش رو. الله مرا احمق میکنن، دیوانه میشم. تو به من گفتی که میلیس زیا زنده است گفتی. چی؟ چه خیلی دروغ گفتم. راستش رو میگویم به شما. با چشمانی خودم او را دیدم. باز چند بار با او وا خوردم. آخر این هم دیوانه شد. قسم میخورم که دیوانه شده است. با تو باور نمیکنم میلیس، با تو باور نمیکنم. تو یک آدم دروغگو هستی. وای من چی شدنش رو نمیفهمم. راستش رو میگویم زهرا، سراغش رو هم به تو دادم، از پسش رفتی. آخر چی؟ سراغش رو دادی؟ از حد گذراندید. چی گپ هستین؟ این چی گپ است ها؟ نباید این کارو میکردی میلیس، نباید میکردی. من اصلا تو رو نمیپشتم. حاضر دیوانه میشوم. من چی کار کردم به تو؟ من فقط تو رو به دوست داشتن یک جای کردن میخواستم. همین بود گناهی من. آخر با کجا آمدی مرا اکا؟ خاموش باش، من هم چیزی رو نمیدونم. با دوست داشتم مرا یک جا کردن میخواستی ها؟ تو چند روی داری میلیس؟ ها؟ عیب را نمیدونی؟ تو از من چی میخواهی؟ گپ زن آخر، گپ زن. تو از من چی میخواهی؟ میلیس! زهرا! میلیس! شما چی گفته ایستاده؟ درباره چی گپ میزنید؟
میدونی تو کی هستی؟ تو در حیات عائله من به وجدان ترین، به دل و به مهر ترین انسان هستی. زیاد زنده است گفته مرا به خانه دیگر کس روان کردی. تو همه این را چه خدمت من روا دیدی ها؟ نه، از راستی من تو رو به سراغه اساسی روان کردم زهرا. تو یک دروغگوی پست هستی. اصلا دیگر نام زیا را به زبان نگیر. از این پس به یکان حرف تو دیگر من باور نمی کنم. تو از من چی میخواهی ها؟ چرا چنین کردی ها؟ من اصلا به تو بدی نکردم و بدی رو هم از تو انتظار نبودم. تو چرا با من چنین میکنی؟ اما من میدانم که چرا تو چنین کردی. چون که هیچ کس را دوست نداشت، بلکه مرا دوست داشت. تمام مردها چقدر تو را دوست داشتی، اما او مرا دوست داشت. بس همی چسبیدی. مرا کنار نکنید. اما او هم مرا انتخاب کرد. برای همین تو از من اینقدر نفرت داری ها؟ مگر این گناهی من است؟ از همین سبب تو مرا بد میبینی. اما برای چی تو را دوست دارن؟ برای چی تو را دوست دارن؟ برای چی تو را به زنی میگیرن؟ تو باره از خودت پرسیدی مگر؟ تو یک بیچاره هستی. بیچاره. یعنی از پشت کلاس بیناموس فکر زهرا را ویران کرده ای ها؟ اما بابا. چی بابا؟ چخیل بابا؟ زهرا دیروز از پشت وی ساختکار خریب خودکشی میکرد. این دروغ ها را به سری او برآورده او را کشتن میخواهی؟ من از نبیرم نماندم. باری دیگر نام او را در همین خانه شنوم اصلا تو را نمیبخشم. ها؟ ملیس بر پدر دولت تو برین دختره شرمنده من کردی. از توی خیلی امید نداشتم. حیف. آفرین ملیس، آفرین. در نظری بابایت شوم شدی. آفرین. خدا تو رو زنه. من چقدر دختر کلام کردم. اکا چی گپ است؟ تو مرا به کجا آوردی؟ من به تو همش رو نقل میکنم، اما ما باید از اینجا گریخته رویم. ما هم باید چیکار کنیم؟ برای مکتب لباس و غیره رو باید خریم. خواهرم بیا. شوکت سمبوسه ها را به میسر آقا ببر. کالج اسلام است؟ بله به آشخانه مکتب ببر. فهما این دانشجوی ای پیرشکی با سمبوسه گذشتن. ای شوکتی ای در حالت بمبرو. ما دیپلم گرفتیم که سمبوسه کشک شویم. چی گپ شد؟ چرا گریه میکنی؟ سرین من احوالم بده است. از همه چیز خسته شدم. جانم آمده تو رو برم یا اینکه تو خودت میایی یگان نشسته صحبت کنیم شاید کمی آرام شوی. از این پس هیچ چیز نمیخواهم سرین. از زندگی کردن هم نمیخواهم من. زهرا خدای توبه این دختر انی خودش رو یگان کار میکنم. از تو نفرت دارم ملیس. نفرت دارم. عاقبت روی اساسیت را نشان دادی زهرا. برای چی مردها مرا دوست نمیدارن ها؟ از این خلاصه برآوردی که من بیچاره هستم. لیکن من به تو خوبی کلام کردم. در کجا بودنی دامولازیو را گفتم. بی عقل. هم او را نیافتی هم مرا گناهکار کردی. خوب اما چی خیل شد؟ من با استراغای درست را دادم یا اینکه به دیگر جا رفته باشد؟ ای عقلم نمیگیرد.
استاد احمد یک خواهش داشتم از شما. بفرمایید استاد. نقشه سال گذشته بود کو؟ بله. همان رو می آوردید؟ یک کمبودی داشت. نقشه سالن؟ بله. خب میلش میاره. خب رحمت. نقشه سالن نمیبایده. خانم میجگان سلام. استاد از من نقشه سالانه پرسید. عجبا این نقشه سالانه در کجا باشده؟ اینجا به دخترم بیا. دخترم با استاد احمد بگو که جوانش رو بیند. دخترم بگو جوانش رو بیند. استاد احمد جوانتان رو بینید؟ دخترم از خانم میجگان بپرس که جوانم در کجاست؟ عقلم دخترم شوخی میکند. شوخی استاد احمد با تو شوخی میکند. نباشد نمیداند که جوانش در کجا است. تو در اینجا چی کار میکنی؟ رو تست در سایت رو بخوان زود. با دختر داد نزن. کمتر با دقت شوید نمیشود ها. گم کردن خاطرتان رو میفهمند. با دقت باشید لطفاً. خدایا تا من چی کار کردم؟ دختر رو به این کار شما همراه کردید. برای چی همراه میکنید؟ برای آنکه من با شما گپ نمیزنم. یعنی اگر در وضعیتی ناگوار نمیموندید گپ نمیزدم. میلش گپ زدن نخواهید گپ نزنید. اما جوانم در کجا است؟ اقلا همان رو بگید. در اتاق استادان. کدامش از من است؟ آنجا جوان بسیار است. از طرف راست سیومش. از طرف راست سیومش. خب میلش تشکر زیاد. حرکت خوب شد. کمی باشد از او خلاص شدم. اوف با من تنها خانمی میجگان دیوانه یاردم میدید. جنابی احمد. جنابی احمد این مراتبه شما رو بخشیده میتوانم. اما با من وعده دهید که خانمی که در شما رو آمده زده بود دوباره صورتش رو نظر نمی کنید. وعده دهید جنابی احمد. میلش وعده میدیم. تمام. وعده میدید احمد؟ میلش وعده میدیم. خب میلش رفتیم به حجره استادان جوانتون رو یافته دیم. دختر خوشویم به من نگاه بکن. میلیس همه وقت رو رشک میکند. تو هم این رو میدانی. از رشک زیاد چشمانش دور میزند. معلوم است که رنجاندن میخواهد. میلیس را اهمیت نده و بی عقل چیکار کردنش را نمیداند. من از او حساب این را میپرسم. تو دل خوبت را هیچ غمگین نکن. میلش به من نگاه بکن. با چهره خندان. دختر خوشویکی من به این کار دست نمیزنی ها؟ به چی خیلی کار بابا؟ یعنی کارهای دیروز کردگیت. چی کار کردم؟ بالای بام برآمدی؟ به چی شده است؟ چه خیلی شده است دخترم؟ خودکشی میکردی؟ خدا نگهبانت باشه. چه خیلی خودکشی بابا؟ خودکشی نکردم. پس تو برای خودکشی نبرآمده باشی برای چی برآمدی؟ خودکشی میکنم گفته داد و فیقان کرده ای؟ زاغ سیاه بیاید گفته داد زدم. چی؟ زاغ سیاه؟ زاغ سیاه مگر نامی دیگری کلتکیلاس نیست؟ یعنی زورا یک ارواح آمده حیات تو را نجات دید تو همین را میخواستی؟ زورا به من نگاه کن. تو مرا ترسانده ایستاده ای؟ نترسید بابا جان. خودتان رو غمگین نکنید. همش گذشت. یعنی همین خیلی زهرا ها؟ حتی خودکشیت سوخته بود. من باشم به تو باور کرده دلم سوخت. تمامی به عقلیم رو من حسابش را دادم. این چه خیلی با عقل باشد که داملوزیا رو نیافت. خوب شد که نیافتی. از این پس اصلا او را نمیابی. با من اون گپ‌هایی که زدی حسابش را یک به یک از تو میپرسم. حتما میپرسم. حتما.
یگان کس هست یک بار نگاه میکنید؟ مرحمت دخترم، در یگان جای در این مسجد را تق تق نمیزنن. اینجا خانه خدا است. مرحمت، درا بزن. من نمیخواستم شما رو ناراحت کنم. استغفرالله. داملو نیستم؟ داملو منم، داملوی حقیقی. مرحمت، و شما چی خدمت کنم؟ شما وای هستید؟ وقتی که زهرا بالای بام برآمد شما بلندگویک رو گرفته داد زدید، همون داملو شما نیستید؟ یک دقیقه حاضر به یادم آمد. حاضر خانم، همان دختری که داملوی ساخته را دوست می داشتم، نه؟ بله داملو، من برای همین شما رو ناراحت کردم. مرحمت، به شما چی خدمت کنم خانم زیبا؟ دوگانه شما چی مشکل دارد؟ داملو، از مردن داملو زیاد 1 سال گذشت. راستی زهرا خوب بود، خودش رو آهسته جمع کرده ایستاده بود، اما وقتهای آخری عقلش باز در جایش نیست. داملو گپ در بین هر دویمون ماند، هر چیزها رو میبیند، مرده ها، اوراق همین خیلی چیزها رو. خدای توبه. دخترم، این چیزهایی که تو نقل کردی به من راستی تماما علاقه ندارد. داملو دوگانم قریب عقلش رو از دست داده است. دکترها میگویند که با گذشت وقت ساز میشود، اما نشد. آخرین بار به تلفن گپ زدیم، یگام امید نبود. داملو، زهرا برای من ضرور است، دوستم، خواهرم، همه چیزم است. برای همین بغیر از شما دیگر جای رفت نداشتم و باز داملوی محله گفته نزدتون اومدم. خوب کردید. اما از من چی میخواهید؟ من همین را درک نکردم دخترم. داملو، چی وای با دم و نفستون به زهرا سوره خونده کفصف کنید؟ مایلش میخوانم، با خواست خدا میخوانم. مایلش شفا دهنده خداست، یعنی خواهد شفا میدهد، نخواهد نه. انشالله. بعد داملو یک چیز پرسم، گارانتی میدهه؟ ایشکل گارانتیا؟ چخیل گارانتیا؟ خدای توبه، اینجا مگر مغازه است؟ شو داملو، عصبی نشوید. من این خیلی گفتنی نبودم. یعنی شما با دم و نفستون زهرا رو صفکوف میکنید، نمیدونم بعد از آن فکرها و خیالهای او اثرش میرفته باشد؟ خوانده نمیخوانم، لیکن آن طرفش طبیعی است که در دست خداوندی مهربان است. دعای من مستجاب میشود، این را خدا میداند. بعد دکتر نشان دادید؟ داملو، خیلی نشان ندادیم، البته نشان دادیم، اما فایده نکرد. مادام این خیلی است میخونیم، با خیر است انشاءالله. میرویم. دخترم، دیگر با این لباس هایت به مسجد نبیا که ما را گناهکار میکنی. از وسوسه شیطان خدا نگه دارد. خب بچه ها، همین رو دانید که در حیاتمون چیزی که رخ نمیدهد مقصد خود را دارد. یعنی با یگان مقصد در حیاتمون روبرو میشویم، یعنی همین خیلی. ای دختر، این عجیب نیست؟ استاد احمد یگان بار به کتاب نگاه کرده درس نگذاشته بود کو؟ خیر، چی میشود اگر به کتاب نگاه کند؟ تو اول کتاب خودت را کشو، انا بعد درباره استاد گپ زن. مثلا بچه ها، میدان ورزشی، دستاورد کلان، اگر به تاریخ نگریم، قلعه ها، قصر ها، مثلا قلعه حصار و غیرها، همینطور نه، اینها همشون به مقصد ساخته نشدن، همشون برای کاری آفریده شدن. برادر، استاد مقصد گفت به یاد آمد. کجا شد وای پسر؟ با مسابقه دیر میمونه. حاضر میاد، چرا تو اینقدر کتاب داری دادر؟ گوش کن، من به تو یک چیز میگویم. ما این کارو نباید در درس استاد احمد میکردیم، کاش که در درس معلمه بانو میکردیم. نگاه کن، به هر طرف نگاه میکنه. خوب، اون وقت با مسابقه دیر میکردیم، تو اینها رو فکر نمیکنی؟ من همش رو حل کردم، تو با من باور کن. مایلش. مثلا هر کجایی که بیناهای با حشمت را میبینید حتما با مقصد ساخته شدن و مرام و مقصد رو افاده میکنن. اگر با مسابقه دیر کنیم بخون. پسرم، مثلا مقصد تو چی است؟ نه تو نفهمیدم استاد. در وقت درس تو چی گفته ایستاده؟ گپ نزدم استاد، پوش و گوشم بر شماست. معلوم است که در کجاست. عذر زیاد استاد. شین عذر میپرسیده است. در این حیات به مقصد هیچ چیز آفریده نشده است. درا
дарсро халал мерасонам, аммо ба директор Ортиқ ва Ҷунайд дар корам. Ба хайр аст иншоалло. Ҷунайд ва Ортиқ? ҷура аниқ ин дафъа кор фош мешавад, ман метарсам. хомӯш шав. равед бемақсадҳо. раҳмати калон устод. من سمبوسه فروشیم 210 سال کار کنم قرض قیمه رو برگردوندن نمیتونم. وقتای پیش خوب بود. یا پرابلم میشد برادرم اومده حل میکرد. خدا رحمت کنه تکیرس جون. سلام علیکم. علیکم سلام. سمبوسه فرمایش دادن آوردم. تمام مرحمت با اون طرف. زنده باش شکر. باوری به آخرت انسان را بعد از مردن از فکر آن که چی گپ می شود دور کرده آن را از ترس مردن نجات می دهد. به خاطر همین ضرور است بچه ها. چی گپ است پسرم؟ استاد دیرکتور فرقت و دنیز را هم میپرسم. فرقت و دنیز؟ چی گپ است؟ خدایا توبه. خیر رویتان نباشه. کجا میروند؟ نمیدانم. ملکه سمبوسه کادوگی و علافی گفتی آوردم برای ریکارد. گوش کن شوکت، من به دهات نزد مادرم میروم. این آشخانه را فروختنی هستم. یگان خریدار نیست یا خودت نمیخری؟ این رو ببین. آدمی عجیبی بخدا. یک سمبوسه آوردیم گفته آشخانه مکتب آمده میسپاری. اکا جان من بزار اومدم مکتب. در دوره کودکی من درسام میگرفتم. چخیل من مکتب رو بگردن میگیرم. بگردن نمیگیرم اکا جان. این ناممکن است. لبای. بله تیار است. حاضر میبیارم. 200 کوادرات زیادتری. ای کجا شدن اینها؟ تمام آرام شب حاضر میآیند داخل. دیر میمونیم. ملکه پناه بخدا. شوکت یه دقیقه اینجا رو نگاه کن. من با دیرکتور چای بردن میبیارم. ای بچه تو دیگه آدم نیفتی؟ خدایا توبه این رو بینی نشانهای آخر زمان ایده که خودت تیار کن برای من باشد قهوه گپ نیست با یکان آرزوی دیگه داری؟ نه دیگه چیز نمیخوایم یا خدایا توبه مسکلای نوپگدی باری با رگردیش بینه که این رو سیاه کودک این کودک سر پروایگان کرده که سمبوسه بگو تیار کنم خدا که کجا میفهمم یک خدا که نانی لطفاً तू ही तो जन्नत मेरी तू ही मेरा जुनू तू ही तो मन्नत मेरी तू ही रूह का सुकून तू ही अखियों की ठंडक तू ही दिल की है दस्तक और कुछ ना जानू मैं बस इतना ही जानू तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं तुझ में रब خدا فرمودم यारा मैं क्या करूं خدای توبه یک خدا کی نانی دهید لطفاً از کجا این کارگرها رو میابند؟ بخشیش شما نوکار رو شروع کرده جناب؟ با شما میگویم نمیفهمید خدا جانم این دیوانه است چی است؟ معلمه بانو بابای कैसी है ये दूरी कैसी मजबूरी मैंने नजरों से तुझे छू लिया बानो कभी तेरी खुशबू कभी तेरी बातें बिन मांगे ये जहां पा लिया तू ही दिल की है रौनक तू ही जन्मों की दौलत और कुछ ना شوکت برادر اره نمیجه را چند پول گفتی اکا؟ نفهمیدم هوا خانه را چند تا میگویی؟ چی سراسی میری؟ بچه چند سو میفروشی؟ تیز بگو وقت رفته است 200 تا او 200,000 دلار؟ بله بچه سر تا 1000 دانشجو میخونم برادر 1000 دانشجو میخونم میگویی با نقشه 200,000 گفتی است بخدا این مجبوری نیست برادر
درس لعنتی کی تمام می شده باشد، کی زنگ می شده باشد. بچه ها فراموش نکنید که درس آینده ما پیشت رو نگاه کن خیره. موضوع درباره معرفت سخنرانی است. درا بخشیش استاد دیرکتور فاروق حبیبالله و نجیبالله رو فریاد داره. چی گپ هسته؟ در صنف یگان پیسر نماند آخه. اعظم راجع نزد؟ نه استادو خبرکشه. خدایا توبه. روید کنین. درسوی خوب استاد. رحمان. چیکار میکرده باشه؟ همان ساختکار رو دوست می‌دارد؟ من اینجا ساختکار بودنش را گفته بودم، اما شما به من باور نکردید. اکنون دیدید گپی من شد. این داماد تو یک ساختکار است، دامولا نیست، ساختکار است، بی‌ناموس است. من شما را شناختم. شما وای هستید به حوض افتیدگی. مهم نیست جناب، مهم نیست. برای بخشیدن گناه‌هایمان من نزد خدا دعا میکنم. شما هم دعا کنید. بابا جون، من برای بهبودی حالت روانی زهرا چنین راهی طبابت سنتی رو انتخاب نمودم. دامولایمون در این ساحه متخصصن. زهرا رو کمی سکوت کند فایده‌اش میکند. استغفرالله دخترم، متخصص گفتنی گپ نیست. بینید چه خاکسارنده؟ چقدر راست فکر کردی دخترم. دامولا من خفه نشوید، بار دیگر خوش آمدید. مهم نیست جناب، مهم نیست، خوش باشید. دامولا زهرا را از مینش فکرهای بد را گرفته پرداختن لازم. اون میلیسش باشد، کارها را خراب و ویران کرده موندی. یعنی باز چی شد؟ باز چی شود؟ دامولا زیا زنده گفته شادی کرده بالا این سراغش را داده است. وای زنده نیست، وای مرد نگویم، مرد. تمام فرشته ای مرگ حضرت عزرائیل علیه السلام از گناهش جانی او را انشالله گرفت. البته من در نظر داشتم که جانی مرغ را گرفت. شما دیوانه اید؟ هیچ خیلی گپ زنه باب اکرم. دخترم تو مطمئنی که این دامولای حقانی است؟ این هم مثل زیای ملا کلاسی ساخته نباشد؟ حالا هم در غفلت هستید شما. من را به دامولای ساخته کار مانند کردن تنها کار غافلان نباشد. من دامولای حقیقیم، دامولای حقیقی. دامولا اگر بی‌ملال باشد ما آهسته به حجره زهرا برایم، یعنی اطراف رو بسیارتر عصبانی نکرده. بیایید رفتیم. بابا جان احتیاط کن بابی اکرم. انا باز یک بلای دیگر. استاد احمد هیچ چیزی را نفهمید آخه؟ نه از کجا و حالا همون استاد دیوانه است. من با تو گفته بودم دادرم یگان خیلی نشده است، حالا هم همون کلکدو است. همه چیز رو گرفته، دیر نکنیم. گوش کن برادر، من یک دو روز پول جمع کرده این همجره میخرم، لیکن یگان کسا با نفروشید. من 200,000 ده همجره میخرم. 200 فهمیدی؟ گپ نیست. مرد است برادر، مردکه لوز شلوار. فرو باش. بچه ها با کدام مسابقه میروید؟ لباس های تنم رو نمیبینید دادر؟ تو رو پرسنده ماندند آخه. با کدام مسابقه میروید؟ استاد تو؟
خانه استاد پاسبان ما را جزد برای همین ما در اینجا استاد. چی گپ است اینجا استاد؟ استاد با خدای بیمان است دیرکتور گفتید در همینجا انتظار شوید ما باشه منتظر هستیم. قسم میخورم دیرکتور ما رو با اینجا دعوت کرد نمیدونم برای چی دعوت کرد داخل. این لباس ها را هم دیرکتور به شما داده باشدن؟ خانم اینها را چیکار کنید؟ استاد چی گپ است؟ چرا در درس نیستی؟ با خدا استاد من هم این را از شما پرسیدنیم، یعنی بچه ها را به مسابقه دعوت کرده اید؟ با خدا این فرمه ها را برای شما تیار کردن. گیرید استاد این را برای شما گیرید. عجبا طریق تلویزیون در حضور میلیون تماشاچی تکلیف خانه‌دار شو را کنم. تو رو دوست بدارم سیلو با من خانه‌دار شو. نه این وای من بد میشه. حتی دختر از این میترسد. سر توفق رو پوف کرده در دری خانه‌اش مانا و در آنجا با او تکلیف خانه‌دار شوی را کنم. نه این کارا از ما در رفته است. همین خیلی نیست. من رئیس امروز شما ای شوکت سگره خدا دو دیده. بله انیق جایش رو میدوند. آن خوشروچه چنان پیشم رو برده است که با کلیتی مغازه متاسکل رو میکشویم. این توبه میشنیده کیره فریب کنیم یا 200,000 بکنیم؟ سردار من با شما تبر میگم شما با من کنمن میارید. این چی گپ است برای خدا؟ این زمان شما ما رو دستگیر نکرده ایستادید. من در اینجا درماندم از شما یاری میخوام. خانم سیلین رو با خانه‌دار شوی تکلیف میکنم. واسه بسرم یگان فکر نمیاد. با من یاری دیت میگویم. شما با جای یاردم دادن بروتو تصدیق کرده گپ تو میتی. هم مردک شاگرد یاردم نمیتی. ای بی عقل تو با سیلین جانت گران کردی. من کیلاس میگویم شوکت میگویم تو حالم تکلیف خانه‌دار شوی میکنی. کیلاس میگویم. لبین ترنجونی میفره میروم. به هیچ کجا نمیروی. کارت کیلاس رو میدونی. سردار من پلیسم مردکوار نیستم. این احمق در کجا زندگی کرده کارت کیلاس رو انیق میدونه. رفته مون رو تعقیب میکنیم. رفته بعضا قهر میکنم میگن دیگه قطعیت کار نکنم. خب کن. خداوندی بزرگ به تو شفا بخشد دخترم. آمین. دومرو به فکر شما ما چی رو دیده باشه؟ همه میگویند که ارواح دیدم. اما این طور شده میتواند زنده بودنش ممکن است؟ امکان ندارد. اصلا امکان ندارد. هیچ من به این طور چیزها اصلا احتمال نمیدهم. من جنازه او را خواندم. سیاه مرده است. حتی استخوان‌هایش پوسیدند. در قبر مارها کژدم‌ها او را بدنش را میخورند. شاید کمان هم کرده باشد. اوی دنبالو این خیلی نگوید لطفاً حالم بد میشود. تمام گویم که زیا مرده است. ارواحش در اطراف ما دور میزند. روح ورتالیات هست. مگر روح دور میزند؟ روح از طرف خداوند یک امر است. از کجا این گپ های بی معنی را میبافید من نمیفهمم. لیکن بابا جون وای دور میزند ابروهاش؟ دور میزند. دور نمیزند. هیچ دور نمیزند. هیچ. وای بسیار بد بود. یک بنده گناهکار بود. وای در قبر از سبب عذاب بسیار اصلا از آنجا خلاص شده ارواحش در اینجا دور نمیزند. یعنی برای این فرصت نمییابد. قبر او را از اون طرف زیر میکند. چنان زیر میکند من همه دور زیر میکند. توبه او دیگر وجود ندارد. دومولو پس من کی را دیدم؟ احتمالاً از 3 نفر یک تای آن با وی دیوانه صورتش مانند بوده است. او را دیدم. بله جانم بعضا انسان ها از اندوه زیاد هر چیز را میبینند. من حاضر کوفسوف کردم. خدای تعالی شفا میدهد انشاءالله. دیگر او را نمیبینید. من میخیزم. دنبال شما رو تا دروازه گسیل کنم.
احمد دیگر به نظر شما نمیتابد رود و وی ساختکار زنده باشد و ارواح او را دیدید؟ انشالله. زود به من زنگ زنید. من در آن حالت تا درون قبرش ارواحش را پیش می کنم. خداوند شفای کامل عطا کند. دامولا رحمتی کلان خیر. سلامت باش. سلامت باش. بی معرفت. زورو جون بیا جونم بیا اصلا ما هم رویم. تمام سرین جون میرویم. برده است پوسیده است دیدیم. تمام جونم تمام. خدایا. خوب من بسیار در هیجانم. با این بچه ها چی جزا رو مناسب دانیم؟ جنابی دیرکتر از روی قاعده اول جزای آگاهی و تنبیه کردن در حالتی تکرار شوی از مکتب پیش کردن باز تکرار شود علاقه با تحصیل قطع کردن. درست است؟ بله. شما چی میگوید استاد احمد؟ هر زمان گناهی میکردند از گریهشان میکردید، یعنی امروز طرف شاگردانتان رو نمیگیرید استاد؟ استاد انیق ما رو دستگیر میکنم انشالله. با خدا که با من باشد از مکتب پیش کردم. خاموش استی. به شوخی میگویی استاد؟ اگر سبکتر کرده گوییم تحصیل نکنند همیشه. خاموش بچه ها. احمد جنابی احمد یعنی در سیمخانه شما را کمی شود براحت درس میگذاریم. استاد با خدا پدرم ما رو میکشد لطف کنید. آخیر استاد شما هیچگاه چنین کارو نمیکردید نامردی نکنید. جنابی احمد یعنی از همه وزین‌ترش را گویم یک هفته حجتخانه تازه کنم. یعنی دیگرگونی میکنیم میشود؟ عقلت به جایش آمد. اکنون به تماشا میروی. موری سیاه زنی دروغگو. از پشت تو شده پدرم و مادرم به من دشمن شدند. جواب این را حتما میدهی. دامولا زیا را به تو نمیدهم. هرچی نه.